فرقت خواجه‌زاده دادستان ولایت سوخت روز 29 ایول گفت که در نتیجه کارهای اولیه فوری جستجویی یک کارمند کمیته زمین ناحیه دوشتیش در کشتار 2 زن فراش این اداره عیبدار دانسته شده است. وارثه فاضلова و امیده زاکرova روز 17 ایول به گفته مقامات با بیرحمی مخصوص کشته شدند. از طرف پروکراتورای ولایت ناحیه کمیته دولتی امنیت ملی وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت 17/07/2021 سال پرونده‌های جنایتی با علامت ماده 104 قسم د بندی ا کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده. با نتیجه حرکت‌های تفتیشاتی اپراتیوی گزارنده شده آشکار و معین کرده شد که جنایت مذکور را کارمند کمیته اداره زمین همین ناحیه منورов صادر نموده است. عین حال نسبت آخرین چاره پیشگیری در نمود به حبس گرفتن انتخاب کرده پرونده جنایتی زیر نظارت پروکرور ولایت عین حال تفتیش رفته ایستاده است. این بند قانون در صورت اثبات شدنش از 15 سال تا حبس 1 عمره را پیش بینی میکند. قبلا گفته میشد که بغیر از کارمند کمیته زمین ناحیه دوشتیش صحابالدین منورov پاسبان این اداره نیز بازداشت شده است. مقامات دادستانی گفتند که رجب‌بای عالیموف را بعد بازپرسی رها کردند، ولی نزدیکان قربانیان حدس میزنند که کشتار را چند نفر انجام دادند. اینجا به یک کس این مونده حقیقت و اساس ارگانو با کار زده بود این شایخ کرده نمیتونه. من خیال میکنم اینجا 2 کس بود یا 3 کس بود. نظری نزدیکان بازداشت شده و وکیل مدافع آنها دسترس نیست. انگیزه کشتار نیز تا حالا رسانه‌ای نگردیده است و مقامات دادستانی هم به سبب خلل نرسیدن به جریان تفتیش در این باره چیزی نمیگویند. در نتیجه گذراندن حرکت‌های تفتیشاتی انا درست است که در همون جای حادثه یعنی در کمیته اداره زمین ساختاری کم به قید گرفته شده است، لیکن این رو در نتیجه پر تفتیش به اتمام رسیدن الوطن اگر شما خواهید به شما خبر داده می شود. ولی اگر سری تفتیشات است باز دیگر حالت‌های کار است، برای همین از گفتن بعضی معلومات و دادن بعضی معلومات ما کمتر خودداری میکنیم، لیکن جنایت پر آشکار کرده شده است. این در حالی است که پیوندان زنان کشته شده تخمین و گمانهای خود را دارند. آنها یک انگیزه کشتار را به سوختار ربط می‌دهند که به گفتهشان روزهای 16 و 17 ایول امسال در اداره زمین دوشتیش سر زده با دخالت زنان فراش پیشگیری کرده شده است. همون روز ما نبیای ممکن همون روز همین کانتور این فکر خودم ممکن همین کانتور سروان می‌سازد سیر آشکار نمی‌شد. سیر مقصد این فکر خودم من برده رفتم بعد اینو همون روز کار بود نشده که خیالم با پاکتون رفته کارگارو معلوم نبود سیری شبانگی پزار معلوم نشود توزه کنی رفتگی مقصد علمی توزه کنی رفتگی و یا اوزه یه پلان کشیدگی همه آدمو دویم روز رواد با مشاهد دوست ما اول با مشاهد دادیم با مشاهد دوست مجبور همین کار بود رفتگی دیا و مقصدی باید دیگه بودگی ما مشاهد همین کار کردگی. کوشش‌های رادیو آزادی برای یافتن سیری که به باور نزدیکان زنان احتمال یک سبب کشتار شده است بی‌نتیجه بود. همکاران زنان کشته شده و نفری در این حادثه گمانبر آماده نشدند در این باره تفصیلات بدهند، ولی گفتند از آن روز مقامات انتظامی در اتاق چند از کارمندان را بستند و پی تحقیق حادثه هستند. و آدم یعنی متخصص پیشبری کمیته اداره زمین ناحیه دوشتیچ 2 سال باز از سال 2020 فعالیت میکنه. از گمانبر شده میباشد همین کار به دست زدگی به حساب تفتیشات معین کرده است که سببی به این کردار دست زدنش از تفتیشات معین میکنه. از موضوع هم نامعلوم برای چی باید دست زدن. در همین حال بین کارمندان جای داشتن خصومت و بدبینی و یا نافهمی را نه همکاران و نه خویشاوندان زنان کشته شده تصدیق نکردند. از وارثه فاضلوی 56 ساله یک پسر و از امیده زاکروی 45 ساله 3 دختر مانده است.
пайвандони кушташудагон мегӯянд 2 зан ба сахтӣ рӯз мегузаронинданд ва талаб доранд ки гунаҳкорон ҷазои сазовор бигиранд. фарзон муҳаммадӣ, радиои озодӣ, ноҳияи деваштич.